بسیاری قمانداناشون من مثال اکادمی تمام کردن مکتب‌های مخصوص. گنرال بازنشسته نورعلی شاه نظرов نخستین کسی که گفته بود تاجیکان خودشان باید مرزهای کشور خود را دیدبانی کنند زمان خروج نیروهای روسیه از سرحد تاجیکستان و افغانستان معاون اول فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان بود. با وجود بازنشستگی او حالا هم خبرهای وابسته به مرز را پیگیری می‌کند و می‌گوید که با وجود حمله‌های اخیر از افغانستان به تاجیکستان ضرورت بازگشت نیروهای روسیه به مرز وجود ندارد. وقتی که ما خط سرحد قبول کردیم مثلا افغانستان برابر روسا ما خدمت می‌کردیم گویا برابر روسا هر یک همون показателی که وایو داشتن ما از وایو هم بسیار показателامون خوب نشون دادیم. من حاضر من مثال سرحد در اختیار ما این دوره سالهای پیش نیست. حاضر از جهت مادی از جهت تکنیکی تجهیزات تکنولوژی نو به نهایت استفاده برده است. حتی ما شنیدیم که پهباد قطعی قاشقبارا را زدن این یک نویگری است برای ما. در حقیقت ما فکر میکنیم که حاضر سرحد بسیار مستحکم شده است. یعنی ضرورت آمدن روسیانو نیست. من فکر میکنم نیست. خبرگزاری رایترز 2 دکبر با تکیه به منابعش در نهادهای قدرتی تاجیکستان نوشت دوشنبه با مسکو درباره جلب نیروها برای پاسبانی یک جای از مرز ناآرام با افغانستان گفتگو دارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان این خبر را رد کرد و آن را بافته نامید. مرز تاجیکستان و افغانستان بعد 2 حمله از افغانستان به چینایی‌ها هفته است در سرخط خبرهاست. کارشناسان چند فرضیه را مطرح می‌کنند. حادثه اخیری که در مرز تاجیکستان و افغانستان رخ داد چند مسئله را برملا کرد. مسئله کلیدی این است که طالبان عین حال سرتاسر افغانستان را اداره نمی‌کنند و اظهارات آنها درباره آنچه که اجازت نمی‌دهند افغانستان به لانه تروریستان تبدیل شود و به کشورهای همسایه تهدید کند درست از آب نبرآمد. مسئله دوم منافع چین به طور جدی ضرر دیدند به خاطر آنکه به کارخانه‌های چینی حمله شد و کارگران چینی کشته شدند و این برای چین پیامدی جدی است. کارشناسان همصحبت آزادی از دوشنبه میگویند در پی حمله به کارگران چینی به احتمال زیاد همکاری‌های دوشنبه و پکین در بخش تامین امنیت بیشتر می شود. اصلی صبح اینجا اندیشیدن این که به چی آورده میرساند بسیار مهم است چون که ما میبینیم که همین گونه حادثه ها به واسطه ضرورت تقویت همکاری های تاجیکستان و چین را بسیار مهم میکند زیرا که این دو کشور هم مرز هستند و این دو رویداد اخیر نشان داد که همکاری ها در ساحه در سمت مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم بسیار مهم است. در یک هفته اخیر از خاک افغانستان به ناحیه‌های نزدیک مرزی تاجیکستان 2 حمله انجام شده، 5 شهروند چین کشته و 5 تن دیگر زخمی گشتند. آنها در یک کارخانه ظرفشویی در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان و شرکت راهسازی در ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان کار می‌کردند. مقامات تاجیکستان هر 2 حمله را تروریستی نامیده، گروه طالبان و مقامات ایران و پاکستان آن را محکوم کردند.